هر اون چیزی که در عالم وجود دارد البته به حکمت به هدف آفریده نشده است. از اون جمله حیوان ها. از نگاه دین اسلام هر اون چیزی که جگری تر دارد، یعنی هر اون چیزی که حیات دارد، هر اون چیزی که زنده است، قدر و منزلت خود را دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خداوند رحمتاً للعالمین آفریده است، یعنی رحمت برای تمام عالمیان است. این امت این هم باید امتی چی باشن؟ سازنده باشن، یعنی امتی سوزنده نباشن، یعنی هم نسبت به خود، هم نسبت به اطراف، هم نسبت به حیوانات رفتار نیک داشته باشن و گمان نیک داشته باشن. البته این خیلی معلوم است که هر یک سبق نخستین فرزند از عائله شروع می شود. وقتی که بیند که کلان سالهای آنها نسبت حیوانها یعنی بی تفاوتن، نسبت آنها بی رحمن، البته همین چیز در مفکوره خیلی همین فرزندها تاثیر میکند. برای اون که مادر به منزله یک کدبانو است. اگر مادر خوب باشد میتوند از یک خمیر چند نمود طعام، چند نمود پخت و پز کند. یعنی فرزند هم به مانند خمیر است، فقط او مادر در دامان خود میتونه تربیت کنند و خاصیت ضرر آوردن همون فرزندان نسبت همون اطراف نسبت حیوان ها باید که تربیه همون خود عائله با او تربیت کنند، تاکید کنند که چه گذشته های ما میگفتن، یعنی اوبال است. یعنی این چیز اوبال است. با همین کلمه اوبال در گذشته بسیاری ها را تعلیم میکردن، تربیت میکردن تا اینکه ضرر و زیان اونها به دیگران نرسه. سگ در درون خانه بودن سگ از نگاه شرعی ممنوع است. یعنی سگی که در درون خانه باشد، فی البیت میگوید، یعنی فی به معنای ظرفیت میشه، ظرفیت مجازی میشه، ظرفیت حقیقی میشه. اما نگه داشتن سگ از اول در عرف و عادت مردم رایج است که برای حراست، برای پاسبانی، برای نگه داشتن، خصوصا چوپان‌ها یا دیگر انسان‌هایی که در دهات زندگی میکنن، خصوصا دهاتی که کوهستان باشه، حتما در خانه‌های خود، در حولی‌های خود صد را نگه می‌دارن و این از نگاه شرعی اگر مانع ندارد. فقط مهم همین است که نسبت همون سگ وظیفه‌های خود را انجام دهند، نه اینکه سگ را آورده بند کردن و از خوراک خوردن و از دیگر نوشیدن از اون منع کردن و سگ را به هلاکت برسانند. در این صورت البته این سبب گناه، حتی سبب بارشتن جهنم میگردد. مسجد جوی پند نصیحت کردن است و همیشه به این تاکید میشه و خدا همیشه در مسئله چون که دین خودش نصیحت است، یا معنای نصیحت خیرخواهی برای غیر است، یعنی برای یک نفر دیگر خیرخواهی کردن. البته همیشه خطبا در تمام مساجد برای آداب و اخلاق خصوصا جوانان و خصوصا جامعه سمگزار هستند، تاکید میکنن دویم چی در نمازهای جماعت و چی در نمازهای پنج وقته به این تاکید و خصوصا بیشتر و خوبتر باید که موسفیدانی محله به این کار پابند باشن، چون که اونها سال خورده هستند، اونها با سخنانشان مؤثرتر است. اونها باید که جوانان را تاکید کنند، نصیحت کنند که تو اینکه به همین کارهای شنی و کارهای قبیح دست نزنند.